قسمت توجیه کازور البته ما گفتم بودیم مستقل معلومات هست اشیاء خوم این کارخانه گازی طبیعی این یک چیز هست امروز متاسفانه کارهای جستجوی بوده ایستادیم ما باوری داریم که گاز هست این چقدر باشد لیکن پیشنهاد متخصصان هست باید در اساسی اندیشی محلی یعنی تکنولوژی سینتزی اندیش هست که ما در شرکت آلومینی توجیک استفاده می‌کنیم همین رو در توجیک کازور نیست و کار در آوردن لیکن اینا مختل در کار که محصولات نیرویی که استحصال می‌شود ارزش اون فعالیت مولوی تمام تکنولوژیش رو مختل در کنیم و کمتر وقت است ما در همین سال با تمام شرکت‌هایی که تجربه همین استحصالات رو دارند همکاری داریم در اینجا نه فقط شرکت‌های خودی اینجا شرکت‌های اروپایی هم هستند شرکت‌های روسیه هست شرکت‌های خطوری هست ما می‌بینیم کدام تکنولوژی که امروز بهترین است برای شرایط ما برای اون طلبات‌هایی که ما داریم موفق کنند با آن رو همکاری می‌کنیم اگر دوستای احوالمون و اهمیت رو داشته باشند ما اینطور بار اول هوسمند کنی کارخانه‌ها کارمندان در شهر نویاها رو از طرف وزارت صنعت و تکنولوژی نو برآوردیم اون شخصایی که صفت ناز حجم زیادی پله رو استحصال کردن مخصوص گروه‌های کاری کردن این تشویقات و ترغیباتی همین طور پیش بریم این چی معنی دارد ما تخمینا تو 1200 تن اگر پله استحصال کنیم در تمام شهر نویو موسم شهر نویو هست که در اونجا کمتر دیرتر در بعض شهر نویو کمتر وابسته از باد هوا و امسال می‌دونید در ولایت سوریه در وقتی همون برق کمکی شد کمتر تلفات هم شد من فکر میکنم که با این نگاه نکردن ما صفتا دیدن خوب انسان و خوب به دست آورده همکاری داریم با شرکت‌های خارجی